آیا بزرگتر از ایمان به الله سبحانه و تعالی کدام سرمایه دیگر است؟ واقعا ایمان بر انسان چی میدهد؟ یک بار به این ویدیو ببینید. الحمد لله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك يا الله. بليتني يا رب في المرض قلت لك الحمد لله، خصفت بيتي قلت لك الحمد لله، أسرت ابني قلت لك الحمد لله، استشهد ابني قلت لك الحمد لله، ويا الله وهل المزيد برضه الحمد لله، حتى ضربه يا الله. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله يسهل عليك يوم، الله يحلم عليك يوم، شيخ صار في ربنا. مع السلامة سعادة رب العالمين يا الله، سعادة عند رسول الله يا الله، سعادة عند رسول الله يا حبيبي. سلم على سلم على عزیز، این از ثمرات و نتیجه ایمان واقعی به الله سبحانه و تعالی که امروز بسیاری از انسان‌ها با وجود امکانات و اسباب دنیا به این آرامش دسترسی ندارند. تصور کنیم که این حالت بالای یکی از انسان‌هایی که وجودش از ایمان به الله سبحانه و تعالی خالی است پیش شود و این یکی از صدها نمونه‌های از ایمان و توکل مردم رنج دیده غزه می باشد که با وجود قحطی، آوارگی و شهدا بازم حمد و سپاس الله سبحانه و تعالی را به جا می آورند. در این کلیپ دو پیام است. یک پیام برای کسانی که شب و روز دنبال تخریب اسلام، دنبال این هستند که اسلام را بر مردم بد جلوه بدن و ایمان مسلمان را بگیرن. پیام برای اینها این است که پشت این حمد و سپاس، یعنی کدام قوتی است که اینها را بعد از این همه مشکلات، بعد از این همه سختی ها بازم استحکام و قوت میده. بله، این قوت ایمان است. این قوت ایمان به الله سبحانه و تعالی است که شما متاسفانه از این محروم هستید. و پیام ما برای مسلمانانی است که با وجود امکانات و اسباب و آرامش باز هم شکر الله سبحانه و تعالی را به جا نمی آورند، باز هم ناشکری الله سبحانه و تعالی را میکنند، باز هم شکایت از زندگی دارند. بله، ما و شما از خود بپرسیم که آیا چند فیصد آن مشکلاتی که بر مردم غزه آمده بالای ما آمده و آن امتحاناتی که الله متعال بر مردم غزه آورده بالای ما و شما آورده، چند فیصد مشکلات آنها را ما داریم؟ پس چرا برادرای عزیز ناشکری الله سبحانه و تعالی را میگوییم؟ اگر شکر نعمت الله متعال را شما به جا بیارید، شکر نعمت انسان را افزون میکنید. اگر ناشکری پروردگار را انجام بدهیم، الله متعال سخت از ما شما از این نعمت ها پرسان میکنند. یعنی مردم غزه الگوی ایمان، توکل و مدرسه یقین و توکل و حمد و سپاس الله متعال است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.